اعضای یه سری جبهه‌های فرهنگی رفتن در رهبری. بعد گفتن آقا ما روی چه کسایی کار بکنیم. شاید این خبر جای نقل نشده باشه، نمیدونم نقل شده یا نشده، برای من گفتن این دوستانی که من یکم نه 20 نفر شنیدم. بعد گفتن روی جامعه مخاطبی که کار کنیم، گفتم البته چون گفتم من قبول ندارم این اسم گذاشتن رو مردمو که میگن جامعه خاکستری و نمیدونم مردمن. خب منتها اما حالا همونی که شما میگید اسم قشر خاکستری رو همینها دست بذارید، روی خاکستری مایل به سیاه هم دست بذارید. بعد اینجا ما یه صحبتی کردیم راجع به آقای تتلو. خب آقا یه عده گروه درست کرده بودن که بیایم هشتگ چیزو بولد کنیم که رائفی پور ملعون است، رائفی پور فلان است، که چرا مثلا تتلو یه جایی با یه دختری عکسی داشته. اینا میخوام بگم ببین نگاه کن، اینا فقط بلد میگن مقام معظم رهبری فقط اینجوری. بعد چقدر عمل میکنن به حرفای همین آقا؟ هیچی. یه دی اصلا مقام معظم رهبریشون میگه عمل هم میکنن. خدا پدرتون بیامرزه سلامنا. تعداد زیادی فقط بلدن حرفشو بزنن، تابلوی درست کنن، یه بنری درست کنن، بره پشتش قایم میشن. فقط باید رهبری هرسنگو یک کلید واژه رو بولد کنه، بگه که آقا نفوذ، آقا جاهلیت مدرن، چه هر از چنگای بولد کنه که بگه خطر، جنگ نرم فلان. سال 67 بنده خدا داره میگه جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، نمیدونم چه و اینها. کی گوش کرد؟ بنر شد. امروز وظیفه بر گرده تک تک من شماست به عنوان برید شاخص‌های انقلابی گریم تو حرفای امام. برو نگاه کن. برو امام چی میگفته؟ امام نظرش تو استکبار چی بوده؟ بابا من تو کلام که نمیخوام در بیارم که. برو صحیفه امام بخون. بنویس آمریکاست. سایتاش هست اومده، صحیفه امام میزنی همه چی آمریکا گفته رو در میاری. برو ببین امام چی یه جوری الان میبینی همین افرادی که مرتبط با امام بودن فازای روشنفکری الان گرفتن و مقابله با نمیدونم مثلا نه امام اینجوری بوده امام اونجوری بوده، یه جوری دارن چیز میکنن انگار بابا بزرگ من بوده انقلاب کرده. یه جوری فاز اپوزیسیون گرفتن انگار بابا بزرگ من بوده شاه انداخته بوده بیرون. والا بابا بزرگ تو بود. بیاید اینا رو بفهم. من حرفم بر سر اگر امام از همون اول این بود بیاید اثبات بکنید. من مخلصتم هستم. اما امامو تحریف نکنید. وقتی این امام اینجوری دارن تعریف میکنن، یه نفر از خارج نشینایی که هیچ چیزی نظامم قبول نداره صبح تا شب فوش میده به نظام، صبح تا شب برای تحت و بالای مملکت کاریکاتور میکشه. نیکانگ کوثر مطلب نوشت که بابا این خمینی که اینا دارن تعریف میکنن جریان لیبرال تو ایران، والله به اون خمینی که اول انقلاب بود یکی نیست. خود امام عزیز من وصیت‌نامه نوشت، یه اتفاقی افتاد، وصیت‌نامه‌شو پس گرفت، 2 بند بهش اضافه کرد. می‌دونید اون بند آخر چیه؟ نوشته برخی از افراد به خاطر سالوسی، چاپلوسی جلو چشم ما هی تعریف کردن فلان، خودشان را در نظر من موجه جلوه دارند و من را اغفال کردند. خب و من در مورد اینها برخی از حرفا رو گفتم، یعنی در تاییدشون. اما بدانید ملاک حال فعلی افراد. ببینید اون موقع چطور میشن. بعد امام میگه که میدونه قراره ازش یه سری مسائل نقل بشه، خاطرات نقل بشه این داستانا. امام چی میگه؟ امام میگه که ببینید اون چیزی مبناست که من به قولی صدا سیما از من ضبط کرده، فیلمش موجوده و اینجور چیزا، این داستانا ببینید چطور، وگرنه میان درست میکنن. چه نگرانی داره؟ برای که میدونه فردا یه چیزی میخواد علم بشه. این طرف هم یک جریان بس اونور گفتم میبرم بگم خودتون اشتباه بشین اینجا. خب این طرف هم یک عده‌ای فکر کردن مثلا فقط با همین مشی پیرپاتالی سنگینه نمیدونم چی میتوان انقلاب. اصلا نه به جذب جدید فکر میکنن. یک نگاه بسته ما اصول رو میفهمیم، ما گرایش به اصول داریم فلذا اصول گراییم. خب ما همین نه به جذب جدید، نه ارتباط درست با نسل جدید رو بلدن، نه با مخاطب بلدن ارتباط برقرار بکنن. کجا دیدید شما؟ یک عده چسبیدن نظام با خودش میگه ما 57 یه عده بودیم انقلاب کردیم، با همونا میرسونیم به ظهور امام زمان، نیاز به نیروی جدید نداریم، تو راه هم ریزش هایی وجود دارد. خب یک عده هم که نه عزیزم همه بیان، مثلا انقلاب این نبود، تو هم باشه بیا، تو هم باشه اوباما، تو هم مثلا انقلابی، تو هم بلند شو بیا. آدمایی بودن از همون اول که میگفتن ما آمریکا به خاطر این دلیل با آمریکا مشکل داریم، هنوزم سر همون حرفشون هست. برید اینا رو بشناسید عزیزان. وقتی شما جریان شناسی انقلابیتون ضعیفه، هر ننه قمری رو به عنوان یک انقلابی میشه بر شما جا زد. وقتی نمیشناسید این افراط و تفریط، یعنی این در انقلابی گری بودن افراطی وجود نداره.
اینه که میگن این در مسلمان بودنش افراطی. چرا افراطی؟ چون نماز میخونه. مسلمان بودن که افراطی بودن نداره که. برید آقا بررسی کنید جناح چپ مملکتمون رو با جناح راست امروز که بعداً شد اصلاح طلب اصولگرا و امروز از تو دلش میره چی داره در میاد؟ انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلاب. داره به 3 تا دسته داره تقسیم میشه. دیگه من به شما بگم دسته‌بندی اصولگرا اصلاح طلب دیگه جواب نمیده. در حال گذاریم. برید ببینید جریان‌های چپ که بعداً شدن چی؟ اصلاح طلب ظاهرا. برید ببینید بیشترین فوش به آمریکا رو اینا میدادن. راستیای اون موقع چه میگفتن؟ میگفتن اینقدر شعارهای افراطی ندید. هزینه برای نظام به وجود میاره. بیاد یه جمهوری اسلامی خوب بسازید، بگید اسلام اینه. فهمید چی شد؟ اونا مرگ بر آمریکا و حمایت از مردم فلسطین. پس دیگه نگید چپ و راست. معنی نداره امروز. مردم اینا رو نمیدونن. تو تلگرام دریوری همینجا بس مثلا من میبینم چیز سیاسی میگم حال آدم به هم میخوره. میگم ببین اصلا این آدما رو نمیدونه تا 4 سال پیش این داشت چی میگفت. اینا رو باید فهمید. فهم کرد. من بعضی از چپا هستن یه تارموشون رو با 100 تا راستی عوض نمیکنه، بعضی از این راستی‌ها هستن با 100 تا چپی عوض میکنه. چرا؟ چون انقلابی. آقا مردم اومدن به خاتمی رای دادن. برای اینکه خسته شدن یه سری چیزا. خب اما قرار نبود که مثلا جریان چپ بیاد تو مجلسش بحث بشه که ما امام حسین هم استیزا می‌کنیم. غلط می‌کنید. آیا حقوق شهروندی به چالش کشیدن دین آن مملکت است؟ این چه حرفیه؟ بله ما حقوق شهروندی می‌خوایم. ما دوست داریم دستگاه قضایی برخوردها یکسان داشته باشه، ما دوست داریم پلیس برخورد درست داشته باشه، چه همین چیزا گفته میشه. بله همه اینا امیرالمومنین قبل از همه فرموده. تو اسلام چیه؟ هست. حضرت میفرماده که دستشو گرفتی دیگه اسیر حساب میشه، حق نداری بزنیش. آیا الان اتفاق میفته نمیفته؟ ببینید ایناها رو ببین، شاخصهای انقلابیگری فهم ایناست. تو اینها چقدر ما رشد کردیم. تا میگن انقلابی الان فکر میکنه یه نفری تو ذهن طرف برای درست کردن شبیه داعشیا قیافش، یه آدمی که همش کلی مو 2 تا چش زده بیرون. نه این نیستش، من نمیدونم از کجا آوردید. فلذا یه کسی مثل شهید آیت که ستیغم میکرد آنقدر انقلابی است که خیلی از آیت الله های همون موقع نبودند. یه کسی مثل عبدالحمید دیالمه که همینجا خیابونشه داریم سخنرانی میکنیم، شهید دیالمه، آنقدر انقلابی است. ببینید حرفاشو موازهشون رو ببینید، اینا میبودن هم احتمالاً همینجوری میبودن چون بنیه داشتن. آدمایی که خیلی بنا عوض میکنن مبنا ندارن، چون بنا رو جای بی مبنا باشه خراب میشه. یه جایی یه روز موافق آمریکا، یه روز ضد آمریکا، بعد ببینید کدوم وری باد میاد، همون طرفی چهارشاه.